سلام و درود خدمت دوستان عزیز. یه پست آموزشی برای دوستای همکار. کالیپرهای ترمزایی که ترمزهای چرخ‌های عقب ماشین‌های خارجی که بعضیاشون سیستم ترمزشون برقیه و مستقیم روی کالیپر نصب میشه، برای تعویضش چند روش هست. روش اصولیش اینه که با دستگاه دیاج از تو برنامه‌های دستگاه موتور برقی رو فعال میکنن تا این پیستون برگرده برای عقب و لنت تعویض بشه. یه روش هم هست بچه‌ها رو بعضی از ماشین‌های این مدلی انجام میدن که بچه‌های همکار انجام میدن رو بعضی از مدل‌های کالیپر ترمزایی، طوری که چند بار دکمه ترمز دستی و پدال ترمز و اینا رو فعال میکنن، این کالیبره میشه برمیگرده میاد عقب. ولی یه مدل دستیش هم هست که ما الان انجام میدیم. این موتور برقی رو از رو کالیپر ترمز جدا میکنید، دو تا پیچ آثار آلن 5 داره در واقع. اینا رو باز میکنید، دو تا پیچ موتور میذاری کنار، یه خورشیدی پشت، یه پیچ خورشیدی پشت انتهای این پیستون از این پشت هست، اون همزمان میچرخه. حالا براتون فیلمشو میذارم. دوستان این موتور برقی رو در آوردیم گذاشتیم اینجا، یه دقیقاً یه پیچ خورشیدی دقت کنین، خورشیدی از این پشت تی 50 تی 45 فکر کنم تی 45 میندازی روش، یکم اینو میچرخونی. الان چرخ آزاد شد. شما دیگه الان میتونین راحت سیلندر ترمز رو بیارین بیرون و پیستون رو همزمان با چرخوندن اینو باید فشار بدی، اینو باید بچرخونی. نگاه کن، برای این چرخ باید برعکس عقربه‌های ساعت بری. نگاه کن، یعنی این طرف بری، همزمان پیستون هم فشار بدی. حالا از فشار دادنش هم بردن عقبش هم فیلم میگیرم. این هم نحوه دوستان، نحوه بردن به همین راحتی. نگاه کن، فقط همزمان اونو باید باش بچرخونی، اون تی 45 رو باید همزمان باش بچرخونی. اینو راحت. این فقط الان حکمش اینه که حکم این دستگاه اینه که فقط اینو به سمت عقب هول میده، وگرنه اینکه بخواد بچرخونه نیاز به چرخوندن نداره. همین کافیه، فقط اینو هول بده به عقب، اونو شما بچرخونید. اینو هول بدین عقب، اینو به سمت برعکس عقربه‌های ساعت بچرخونید، کافیه. توجه کنید. یا